نامش علی اکبر محمدی بود. اگر بزرگترین اشتباه زندگیش را مرتکب نمی‌شد، شاید روزی سرمربی تیم‌های بزرگ فوتبال ایران می‌شد و کسی چه می‌داند، شاید هم سرمربی تیم ملی. او سالها در تیم‌های مطرحی مانند پرسپولیس، تاج که بعدها به استقلال تغییر نام یافت، عقاب تهران، شهباز، تهران جوان و بانک ملی بازی کرده بود و خط دفاعی را به خوبی پوشش میداد. او برادر سعید محمدی، خواننده و آهنگساز سبک‌های پاپ و پاپ راک بود. علاقه علی اکبر محمدی به پرواز او را به سمت خلبانی کشاند و بعد از انقلاب 57 به عنوان خلبان جت فالکون وارد شرکت هواپیمایی آسمان شد. او همانطور که فوتبالیست ماهری بود، خلبان قابلی هم شد و به زودی توانست اعتماد مدیران شرکت و مسئولان کشور را جلب کند، به طوری که از معدود خلبانانی بود که صلاحیت داشت هواپیمای مقامات ارشد کشور همانند رؤسای جمهور و مجلس را هدایت کند. ما اینجا هستیم، فرودگاه رشت، در 21 مرداد 1365. قرار است جت فالکون با خلبانی علی اکبر محمدی یک پرواز آزمایشی داشته باشد. برج مراقبت به او اجازه تیک آف می دهد. فالکون روی باند به حرکت در می آید و لحظاتی بعد در افق محو می شود. برج مراقبت که انتظار داشت فالکون چند دقیقه بعد برگردد، متوجه چیز عجیبی می شود. علی اکبر محمدی آن را با بیشترین سرعت ممکن به سمت غرب می راند. فالکون یک جت ساخت فرانسه است که بسته به مدلش بین 8 تا 14 مسافر ظرفیت دارد. می تواند مسافت‌های طولانی را بدون سوختگیری پرواز کند و قادر است به سرعت 862 کیلومتر بر ساعت برسد. جت فالکون با چنین سرعتی از مرز ایران و ترکیه عبور می کند و از شمال عراق وارد این کشور می شود و سپس تحت نظر و کنترل نیروی هوایی عراق در یکی از فرودگاه‌های بغداد به زمین می نشیند. همه چیز از قبل مهیا شده است. خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی او را احاطه می‌کنند و خلبان فراری در مصاحبه‌ای کشورش را مسئول جنگ ایران و عراق می‌داند و مدعی می‌شود که در اعتراض به این جنگ هواپیمای کشورش را ربوده و به عراقی‌ها تقدیم کرده است. و در حقیقت این اعتراض من به جنگی که من اومدم عراق و ان مجیئی هنا هو احتجاج علی هذه الحرب، برای اینکه با این کار میتونستم شدیدترین ضربه رو به این رژیم ضد مردمی بزنم، لاننی بهذا العمل وجهت اقصى ضربه لهذا النظام. اما در ایران خبر ابعاد عجیب و غریبی پیدا می‌کند. از آنجا که علی اکبر محمدی خلبان معتمد مقامات ایران از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت بود، شایع می شود که همسر و یکی از دختران هاشمی نیز در هواپیما بودند و به عراق پناهنده شده اند. حتی خبرگزاری های آلمان، یوگسلاوی، رویترز و کویت نیز در خبرهای فوری این ادعاها را تکرار کردند. هاشمی رفسنجانی درباره آن روز چنین میگوید: روز 21 مرداد اطلاع رسید که یک جت فالکون آموزشی شرکت آسمان فرار کرده و در بغداد به زمین نشسته است. خبرگزاری ها به دروغ گفتند که هواپیمای اختصاصی من بوده یا خلبانش خلبان مخصوص من بوده است. پخش این شایعه هیجانی در سراسر کشور ایجاد کرد و عصر و شب تلفن‌های زیادی به منزل و دفتر شد. هاشمی به خبرگزاری جمهوری اسلامی میگوید که فوراً خبر را تکذیب کنند، چرا که هیچ کسی جز علی اکبر محمدی در آن هواپیما نبود. خبر تکذیب می شود، ولی طرف عراقی از اینکه یک خلبان ایرانی با هواپیمایش به عراق پناهنده شده بیشترین استفاده تبلیغی را می کند و این ماجرا تا چند روز سوژه اصلی رسانه‌های این کشور بود. محمدی حدود 1 ماه در عراق بود. از آنجا که گویا همه چیز از قبل هماهنگ شده بود، بعد از 1 ماه ویزای آلمان غربی گرفت و به این کشور رفت. اما این آخرین سفر او بود.
چرا که 5 ماه بعد در روز جمعه 26 دی ماه 1365 در شهر هامبورگ آلمان توسط 2 فرد ناشناس کشته شد. پلیس آلمان این سوء قصد را یک ترور سیاسی نامید. هرچند همسرش که بعدها با سعید محمدی ازدواج کرد و نیز خود سعید محمدی پیگیری‌های زیادی برای گشودن راز این قتل کردند، ولی دادستانی آلمان نتوانست سرنخی از قاتلان پیدا کند و پرونده این خلبان فراری که در بحبوحه جنگ به کشورش خیانت کرده بود در حالی از ابهام ماند. البته او تنها کسی نبود که در میانه جنگ ایران و عراق هواپیمای ایرانی را دزدید و به دشمن تسلیم کرد. در شهریور همان سال نیز سرگرد احمد مرادی یک فروند F-14 نیروی هوایی ارتش ایران را دزدید و به عراق برد. او نیز سرنوشتی مشابه علی اکبر محمدی داشت و در یکی از پارک‌های سوئیس به ضرب گلوله کشته شد. هرچند در ماجرای سرقت فالکون ایران یکی از فالکون‌های خود را از دست داد، ولی چرخ روزگار چرخید و آمریکا به عراق حمله کرد. در آن زمان هاشمی رفسنجانی پیشنهادی به صدام داد و به او گفت برای اینکه هواپیماهایتان در امان باشد آنها را به ایران بفرستید تا بعد از جنگ پس دهیم. صدام که می‌دانست همه هواپیماهایش توسط آمریکا و متحدانش منهدم خواهد شد پذیرفت و 10 فروند هواپیما و از جمله چندین فالکون به ایران فرستاد و صد البته ایران که در پرونده غرامت جنگ 8 ساله از عراق طلبکار بود هواپیماها و از جمله فالکونها را نگه داشت و تا زمانی که به دلیل فرسودگی و نبودن قطعات زمینگیر شدند مورد استفاده قرار داد. اینک هیچ کدام از فالکون‌های قصه واقعی ما پرواز نمی کنند، ولی آنچه برای تاریخ مانده است حکایت خیانت است که هرچند تکراری است اما همواره تلخیش آزاردهنده است. هیچ یک از مردم ایران با این جنگ راضی نیستند به جز عده‌ای مزدور. لا يوجد في إيران أحد يوافق يقبل بهذه الحرب سوى نفر قليل من العملاء. چون همه چیشونو تو این جنگ دست دادن و خودشون نمیدونن واسه چی دارن میجنگن. لأن الإيرانيين جميعا فقدوا كل شيء كل ما يملكون في هذه الحرب وهم أنفسهم لا يعرفون من أي شيء ولأي شيء يحاربون. و در حقیقت این اعتراض من به جنگی که من اومدم عراق. وإن مجيئي هنا هو احتجاج على هذه الحرب. و هر موقع که جنگ تموم شه